می‌جنگیدن. ببینین دو تا نکته شما میدونید در کنفرانس بن رو من وارد کردم، یکی دموکراسی، یکی مبارزه با تروریسم. این رو برین تو کتاب نماینده آمریکا توی کنفرانس بن بخونید، میگه ظریف اومد به ما گفت نمیخواین به دموکراسی و تروریسم اشاره کنید و اینها رو همه رو با هماهنگی شهید سردار سلیمانی وارد کردیم. این نکته رو همینجا ازت بپرسم. خیلی اشاره آقای ظریف تأکید داشت بر اینکه ما اصرار کردیم که دموکراسی و مبارزه با تروریسم در مذاکرات مطرح بشه. غیر مستقیم اشاره کرد به کتاب آقای زلمه خلیزاد. من خودم سعی کردم تماس بگیرم با آقای خلیزاد، موفق نشدم در فرصتی که داشتیم. ولی فکر نمی‌کنی که تشکیل یک حکومت سنی مدل جمهوری اسلامی با داشتن یک ولی فقیه مدل سنی در همسایگی مرزها رو برای خود جمهوری اسلامی یک جور خطر در واقع تلقی بکنه و از این راه هست؟ به این دلیله که خیلی اصرار داره به بحث وضعیت فعلی حکومت افغانستان. آقای ظریف بیش از هر کسی دیگر چند و چون و ابعاد نظام مدل جمهوری اسلامی را می‌داند و به همین خاطر در کشور همسایگیش که 20% شیعه 80% سنی است چنین چیزی را نمی‌خواهد، به خاطر اینکه خواست این نوع ساختار سیاسی به تبع انزوای شیعیان در افغانستان منجر میشه. از این روز که برای آقای ظریف و برای منافع جمهوری اسلامی ایران نوع نظام دموکراتیک و یا حتی سکولار در افغانستان قابل قبول تر است تا یک نوع نظام مذهبی دینی که در خود ایران است. در مورد نکته آقای خلیلزاد